میدونستید 90% از اهدافی که در توان کاوشگرا هستش از درخت به عنوان نشانه یا محل هدف استفاده شده؟ چند نمونه از اهداف در انواع درختان باستانی. مورد اول، اگر تو محیط باستانی درخت پابند پیر داشته باشید، تو 4 جهت بسته به هر دور جهت خودش. قسمت سایه انداز درخت سنگینی به شکل نوع لاتین هستش که زیر سنگین تو عمق 2 متر هدف عالی رو میده. اما اگر درخت انجیر نامیروایی داشته باشید که کنارش هم چشمه یا آب باشه دوستان، در جهتی که بالادست باشه به فاصله 3 تا 7 قدم محل قرارگیری هدفه. اما اگر درخت با وند رنگی مقدس داشته باشید تو جهتی که خلاف جهت آب باشه دوستان، به فاصله 7 تا 15 قدم محل هدفه. اما اگر 2 تا درخت کهنسال رو اطراف چشمه یا قنات داشته باشید مثل تسبیح، تو این شرایط 2 حالت تفسیر داره. حالت اول، یه مثلث فرضی با محوریت چشمه در نظر میگیریم، قرینه مثلث رو ترسیم میکنیم، مرکز مثلث قرینه محل هدفه. حالت دوم، یه خط بین 2 تا درخت رسم میکنیم، فاصله بین چشمه تا خط رو اندازه میگیریم، دقیقاً خلاف جهت چشمه حرکت میکنیم که همون فاصله میشه محل هدف. باقی موارد مهم کپشن شرح شده.